با اعلام گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سال‌های 2020-2040 توجه خوانندگان به این علم‌ها زیاد گردید و اشتراک آنان در آزمون و المپیادهای مختلف نیز بیشتر گردید. با این مقصد خوانندگان مکتب بین‌المللی در شهر دوشنبه نیز در یک قطار آزمون و المپیادهای شهری و جمهوریوی فعالانه شرکت نموده و دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. طبق اطلاع در مؤسسه 300 نفر خواننده به تعلیم و تدریس فرا گرفته شدند. طور معلوم گردید تعلیم در این مکان علم و معرفت با زبان انگلیسی براه مانده شده برای نسل نوروز شرایط مساعد تعلیمی مهیا گردیده است. تعلیم در مؤسسه در سطح خوب براه مانده شده. اشتراک خوانندگان در المپیادهای مختلف فنی نظررس می باشد. همین است که همساله خوانندگان ما چی در آزمون‌های جمهوریوی و بین المللی از خود فعالمندی نشان می دهند. امسال نیز مؤثرین تعلیمگاه در این المپیادهای فنی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. با اطلاع مسئولین در المپیادهای فنی از فن زبان روسی، انگلیسی و متماتیکا 19 نفر خواننده در دور نهویوی، 8 نفر در دور شهری و 7 نفر تعلیم گیرنده دیگر در دور جمهوریوی المپیاد فعالانه شرکت نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. یکی از آنها گوکتورک بینوی خواننده صنف دهم تعلیمگاه بوده در المپیاد از فن زبان انگلیسی اشتراک نموده است. موصوف در دور جمهوریوی المپیاد مقام دوم را صاحب شده است. In English language section I took the second place. از فن زبان انگلیسی اشتراک نموده سزاوار جای دوم گردیدم. همچنان سال گذشته نیز صاحب جای دوم گردیدم. چنانه معلوم است زبان انگلیسی زبان بین المللی بوده. از این لحاظ من به این زبان شوق زیاد دارم و میخواهم سطح زباندانی خویش را صقل دهم. عبدالرحمن مصطفی در دور جمهوریوی المپیادهای فنی از فن متماتیکا شرکت نموده صاحب جای سوم گردیده است. نامبرده به این فن شوق زیاد داشته پیوسته در درس‌ها فعالانه اشتراک می‌نماید. واقعاً همه آن دستاوردهای علمی و تکنیکی که ما را احاطه کرده است محصول کشفیات‌های عالمان طبیعی، ریاضی و دقیق میباشد. در المپیاد جمهوریوی من جای سوم را اشغال نمودم و من برای چی من از متماتیکا برآمد کردم؟ برای اینکه من از کودکی شوق و هوس داشتم و به من متماتیکا خیلی مقبول بود و برای همین خاطر من در آزمون متماتیکا اشتراک کردم. من بعد کوشش میکنم که در چنین المپیادها اشتراک کنم و سزاوار جای اول شوم. در این برابر تیمور تقویف، امینجان فوزیلوف، لیلا عبداللهیوا و یاسمین محمد رحیمووا نیز در المپیاد از فن‌های مذکور اشتراک فعالانه نموده مقام‌های نمایان را اشغال نمودند. در حقیقت علم و دانش شخص را به قله‌های بلند مقصد و آرزوهایش میرساند. از این لحاظ هر یک شخص باید از شرایط‌های دوران استقلالیت دولتی استفاده نموده خوب خوانده برای پیشروی کشور عزیزمان سهام‌گذار شوند. امسال من در المپیادهای فنی از فن زبان انگلیسی اشتراک نمودم. مقام سوم را اشغال نمودم. از خوردی به این فن شوق و رغبت زیاد دارم. برای آموختن زبان انگلیسی در مؤسسه شرایط‌های مساعد تعلیم فراهم آورده شده است. طبق اطلاع در تعلیمگاه 36 نفر آموزگار صاحب تخصص به کار جلب گردیدند که از این شماره 10 نفرشان را آموزگاران از خارج مملکت تشکیل می‌دهند و آنها کوشش می‌کنند تا درس‌ها را طبق طلبات زمان معاصر برآورده و اشتراک محصلین را در آزمون و المپیادهای مختلف دوچند نمایند.